و روزی می شود که من از حبیب خدا جدا می شود و روز قیامت اگر من در یک روز 5 بار محمد نبینم حالی من چی میشه در باشم؟ من مثل محمد صلی الله علیه و سلم عمل ندارم، اما این پیغمبر است فقط در اوج کبریا هست و من هیچ عملی ندارم. همین فکر حضرت ثوبان مجبور کرد و از جاشم خیست آمد و هیچ کس رسول الله را به این نام فریاد نکرده است محمد رسول الله، هیچ کس. وقتی که رسول الله را به این نام فریاد کرد حبیب خدا تعجب کرد که در احیای شب ثوبان چی دیده باشد به این علم مرا فریاد میکنه. و وقتی که برو آمدن پهلو یکدیگر را میدیدن رو پرو، ثوبان به اختیار گفتن والله لانت احب الی، رسول الله من تو را دوست میدارم، من بی نهایت تو را دوست میدارم، حتی در عمر فرزند دارم از او هم زیاد دوست میدارم. من در این روزا حرکت میکنم تو را 5 بار ببینم، اما مرگ ما را جدا میکنم. من اگر در روز قیامت را در یک روز 5 بار من بینم حالی من چی میشه باشه ای حبیب خدا؟ و این صحبت هر دو میکردن و جبریل امین همون لحظه آمدن و خبری خوشی را دادن، نه فقط برای ثوبان بلکه برای تمام مسلمانان. فرمودن هر کسی در دنیا اطاعت الله و رسول بکنه روز قیامت با همراه پیغمبران و اولیاء و صدیقین و شهدا هستند. ببین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و ارضاه نفری هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن خدای من به زبان عمر صحبت میکنه. و نفری هست که رسول الله گفتن لو کان بعد نبیا، اگر بالفرض بعد من پیغمبر میشید هرانه عمر میشید، ما پیغمبری تمام دیگه بعد من پیغمبر نیست. عمر نفری هست که ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه و ارضاه صحابه حبیب خدا گفتن ما یک روز خدمت برای خدمت حبیب خدا میگذارم، این روز ما پاسبان حبیب خدا هستم، ما کسی را اجازت نمیتونم که نزد حبیب خدا بره مگر بعد اجازت. حبیب خدا یک باغ در آمدن، پاهکای مبارکشون رو بالا کردن، حوض مثل کودک بازی میکردن. چند لحظه بعد سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه آمدن، خواستن نزد حبیب خدا بدروین. گفتن برادر ابوبکر من اجازت نمیتونم شما بدروین، من اول از حبیب خدا اجازت میپرسم بعد بدروین. آمدن گفتن حضرت جان ابوبکر آمده است. حبیب خدا گفتن کی آمده است؟ گفت ابوبکر. گفت ابوبکر بله، فسلمه فبشره بالجنه. ای ابو موسی اول برای ابوبکر سلام بگو و بعد از اون بگو مبارک شو که جنت انتظارش است. منش بیایم. سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه در آمدن و دیدن حبیب خدا پای مبارک بالا کردن مثل کودک بازی دارن، از پهلوی راستش نشستن و پاچه‌های مبارک بالا کردن مثل کودک بازی کردن. و لحظه بعد سیدنا عمر آمدن، عمر شجاع میخوان از حبیب خدا بدراید، محبت بین عقل بین درس عمر اجازت نیست، اول من اجازت میگیرم. حضرت جان عمر آمد از کی؟ عمر بله، فسلمه و فبشره بالجنه، برای عمر بگو سلام و مبارک شو که جنت انتظارش هست. سیدنا عمر آمدن دیدن حبیب خدا با ابوبکر پا را بالا کردن مثل کودک بازی کردن از پهلوی چپ. پس آن عثمان فسلمه فبشره بالجنه، عثمان مبارک شو بگو جنتی است. پس آن علی، پس آن دیگر صحابه را بخیل نیستن. ببین چقدر سخیه. عجیب نکته جالبی را قید میکنن، کاش که تمامی برادر می داشتم همش می آمدن همین لحظه و از زبان مبارک این خبر خوشی به جنت می‌رسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب معراج آمدن با عمر عجیب صحبت کردن. عمر والله در جنت یک قصر دیدم دیگه از این قصر زیباتر ندیدم. سیدنا عمر گفتن چگونه قصر بود حضرت جان؟ گفت یک خیشت از پیلا و یک خیشت از نقره بود و همون لای دیوال بینشان از سیم و زر بود و از این دیگه منظره زیبا نبود. این منظره من در هیجان آورد و سوال کردم که این منظره زیبا کی را انتظار است؟ فقالوا لشاب من قریش، گفتن حضرت جان یک جوان قریشی را انتظار است. حبیب خدا خود که قریشی بودن
فظننت انی انا هو. حضرت میگه من گمان کردم که همون قرجون بالا، من گمان کردم که همون مرد قریشی من هستم. حبیب خدا رو ببین نکته جالب شد. فظننت انی انا هو، گمان کردم که انا همون جوان قریشی من هستم. حضرت میگه به طاقت شدم. فقلت من هو، گفتم اون جوان مردی که خیلی لایق این منظره انتظارش هست او کی هست؟ فقالو، میگه گفتن عمر ابن الخطاب هست. حبیب خدا گفتن عمر جان من غیرت نکردم که قصر شما را تماشا بکنم. رسول معظم اسلام گفتن حضرت آیا عمر در نزد تو اینقدر غیرت داشت که قصر او را تماشا نکردی؟ سیدنا عمر با حبیب خدا می نشستن. علما میفرمایند اگر روز قیامت اعلام شود کسی محمد را دوست می‌داره یک طرف بریسن، همه یک طرف بیستن، عمر ابن الخطاب خود طرف تنها، همه چین محبت عمر را پیدا نمی‌کنند. رسول الله پرسید، راوی عجیب روایت میکنه، میگه هم تو دست سیدنا عمر را ترکید. عمر را دوست می‌داری؟ بله حضرت جان، من شما را دوست می‌دارم. عمر تا کدام اندازه مرا دوست می‌داری؟ یک وزن مانیم، ترازو بمانیم. عمر مرا زیاد دوست می‌داری پدرت؟ حضرت جان من شما را دوست می‌دارم. عمر فرزند، همسر، شما. نکته آخر عمر، نکته جالب است. عمر مرا زیاد دوست می‌داری خودت؟ حضرت جان من خمسته زیاد دوست می‌دارم. عمر محبت نیست و ایمان هم ایمانی کامل نیست. لفظ حدیث تا همین اندازه است، اما شارحین عجیب میارن. حضرت عمر میگه از همین نکته بالا خیستن و رفتن و هم پریشان بودن با فرزندش عبدالله و خودن. عبدالله گفتن آتا جان چرا اینقدر پریشانی؟ گفت بچم محمد ابن عبدالله مرا سوال کرد مرا زیاد دوست می‌داری یا خودت؟ در جواب گفتم خب من از تو زیاد دوست می‌دارم. و پدر جان چرا نگفتی که از جان عزیزم دم تو برای من عزیزی؟ گفت عبدالله عمر نفری نیست هوا بروا. ولی عمر نفس سوال میکنه وای نفس تو زیاد محتاج به محمد داری یا به خودت؟ و سوال دوم ای نفس تو روز قیامت پیش خدا میری با اعمال خودت میری یا به شفاعت پیغمبر؟ و پدر جان نفس چی گفت؟ گفت نفس گفت عمر از تو در زیاد احتیاج به پیغمبر دارم. اما روز قیامت پیش خدا میرم من به عملای خودم نمیرم و ما امید و آرزو به شفاعت حبیب دارم. و دوباره آمدن هم تو دست مبارک خبیدن گفتن حضرت حتی از جان خودم دم تو برای من عزیزی. نو ایمانی تو کامل شد و سعادتمندی و نیکبختی تو نو کامل شد.